بچت تربیه نکردی، بچت تربیه کن. من نمیخوام که تربیه خیلی کلمه گنده باشد. مثلا ما یه آدم نظم باشیم بگیم که این کارا نکن، این خوب است، این بد است. این 4 نفر تاثیرگذارترین انسان ها به کودک ها است. جنگ پدر و مادرش نبیند. این فیلم من باید با فلانی تقسیم کنم. وقتی که وایها با پرابلم ها دوچار میشن، پرابلم هاشون رفته قطعی بچه های کوچه تقسیم میکنن. چرا این خطای پیشگیری نکنیم؟ چرا نآموزانیم که درست انتخاب کردن یاد گیرد؟ چونان گوید که وای ضرر نبیند. ما اگر خودمو یک کار دیگر کنیم و وای بگوییم که این کار نکن، این بله. به درد نمیخورد. دقیقاً. فرض کنیم که ما میخوایم که کودکان مثل ما باشد، پس ما هر چقدر زیاد باید با هم باشیم وایکتی برای اینکه هر چقدر زیاد ما بیند و از ما آموزد. تربیه این ساختن فضا. سلام و صد سلام بر شنونده ها و بیننده های خیلی محترم شبکه یوتیوب. امیدوارم که حال شما خوب باشد. فراد جان سلام. درود به شما خوبید؟ سلام، تشکر. خوشحالم که بعد از 7 روز باز روبرو هستیم و صحبت میکنیم. منم بسیار ممنون. همه ما فرزند تربیه میکنیم. میخوایم امروز راجع به این موضوع صحبت کنیم که خودی تربیه چی است. وقتی ما میگوییم تربیه کنیم یعنی چی؟ منظور ما چی است؟ تا زمانی که برنامه شروع میشه شما جستجو کردید از گوگل، نه؟ بله. خودی تعریفی تربیه چی بوده است؟ چی نوشتن اونجا؟ مثلا وقتی در گوگل گفتم یکی از سایت های واژه‌جو تیجی را پیشنهاد کرد و واژه‌جو سامانه واژه‌جو میگوید که تربیه این کلمه عربی است و معنیش پرورش، تعلیم آموختن و ادب آموختن. خب من فکر میکنم تعلیم یک چیز دیگر باید باشد، نه؟ منم همین خیلی فکر میکنم. منم اونقدر چیز نه. با اینجا چند وریانت ها دارم. مثلا در وریانت دومش میگه نوازش، مهربانی، نگاهبانی، حمایه. خب من یک فرهنگ دیگر دارم، فرهنگ زبانی تاجیکی. خب این گونه تفسیر کرده است، میگه که تربیه یا تربیت شکلی دیگری این کلمه تربیه یا تربیت معنیش ملکه ها آید به رفتار و کردار که به واسطه مکتب، عائله و محیط به کس تلقین میشوند. آموختن ادب، آموزش، پرورش، تربیه بدن به واسطه مشق‌های جسمانی. خب دیگه پایین‌تر نمیرم. آموختن، یاد دادن، به وای رسانیدن، پرورش دادن، به این معنی ها استفاده شده است. این شرحی فرهنگ زبانی تاجیکی. میدونید اصلا برای چی من پیشنهاد کردم که امروز در این باره صحبت کنیم؟ مثلا امروز با یک نفر همیشه صحبت داشتیم و همین گفت که چخیل تربیه میکنیم، بچه باید چخیل تربیه کنیم. و این واقعا یک سوال جالب بود برای من، برای آنکه ما هیچ وقت در این باره صحبت شاید فکر نمی کنیم که ما چخیل تربیه کنیم. مثلا وقتی که هست در بین مردم گپایی که تربیه دیده یا تربیه یا بی تربیه، یعنی یا بچت تربیه نکردی، بچت تربیه کن. فرزندمون ما باید مسئولیم که ما تربیه کنیم. یعنی چیکار کنیم باید؟ یعنی هر بیگاه شده یا سحر شده بچه ما 2 ساعت نزد ما مانده گوییم که بچم این کارو نکن، این خوب نیست، اینش کن، این بده، این خوب است. یعنی این خیل کردن نکنیم، چی خیل کردن نکنیم؟ یعنی فرض کردیم که همین خیل کردن نکن. مثلا من اگر گویم که این کار نکن برای اینکه عاقبتش خوب نیست و ثابت کنم و شرح دهم، گویم که اگر این کار کنی آینده این حادثه میشه. مثلا راجع به خوبی و بدی اگر صحبت، مثلا اگر من گویم که دزدی نکن برای اینکه آخرش مثلا پلیس توی میدارد و حبس میشی. فرض کنیم این نامش میگم تربیه. مثلا من اونقدر مثلا طرفدار همین نمودی تربیه نیستم. یعنی من
من نمیخوام که تربیه خیلی کلمه گنده باشد. مثلا ما یه آدم نظم باشیم بگیم که این کارا نکن، این خوب است، این بد است. بله بله. برای چی من طرفدار این چیز نیستم؟ برای آنکه اول این که ما این کارو نمیکنیم. هر روز اینجا بیا اینجا شین گوش کن منه این روز درس ما درباره این کار هیچ کس نمیکند. مثلا من نمیکنم و من نمیشناسم آدمی که همین خیلی تربیه میکند. خب مثلا میشد بعضا در کودک سوال میکنن. بچه‌ها نسبت یگان چیز سوال میکنن، میگه دادا مثلا من این چیز چی؟ بعد اون وقت مثلا ما میتونیم یک صحبت داشته باشیم در اطراف یگان موضوعی معین که کودک میخواد داند. اون وقت این برای وی عجیب است. خب این مشکل نیست. مثلا میخوام چشم به چشم صحبت کنیم برای اون که من چهره شما نمیبینم. اوکی. خب مثلا این وقتی که از تو میپرسن این یک وی دیگر وقتی که از تو میپرسن پس برای همون کودک این چیز جالب است و تو میتونی دربارش گویی که بچه‌م این خیلی است، اینش این خیلی. اما وقتی که از تو نمیپرسن، تو وقتی که میگویی که بچه‌م این کارو نکن، این گنده، این نه، من فکر میکنم این به درد نمیخورد، یعنی تاثیر ندارد. مثال عادیش ما از کودکی ما میگن سیگارت نکش. در تمام جاها نوشته که سیگار نکشید. همه جا میگن سیگار ضرر دارد، سیگارت نکش، اما بازم همه میکشد. یعنی این معنیش این است که ما از چیزی که ما میگویند و ما میخواهند که ما همیشه باشیم، ما از این چیز عوض نمیشیم. ما فقط تقلید میکنیم. ما چیزی که میبینیم، یک چیز میبینیم و اگر همین چیز به ما معقول شد ما همین کارو میکنیم. ما در کینه ها میبینیم که چخیل کروتایا سیگارت میکشن و ما هم میخوایم همخیل باشیم و با وجودی اون که ما میدونیم که سیگارت ضرر داره اما باز هم میکشیم برای اون که ما دیدیم. یعنی از همین نقطه نظر من فکر میکنم که تربیه این ساختن فضا در خانه، در مکتب، در هر کجا. مثلا ما میخوایم که فرزند ما همون کارهایی نکند، یعنی ما نباید خودمون این کار کنیم. مثلا ما بچه‌ها میگیم که بچه‌م از یکی از پرابلم های نو پیدا شده است، زیاد بچه‌های چشمشون خیره و این گپ بسیار از زیاد آدم میشنم، میگن که بچه‌ها تلفن نتیم که چشمشون خیره و بعد بچه‌م چشمت خیره میشه تلفن نگیر. میگم که خود ما از صبح تا شام درون تلفن یعنی این کار نمیکنه. یعنی اگر ما نمیخوایم که کودکم تلفن کتی مشغول شد، پس ما نباید خود ما حداقل در نزد این همین خیل نباشیم. یعنی وای دیده یاد میگیرد ما چه خیل در خانه مناسبت میکنیم، ما چه خیل چای میخوریم، چه خیل میشینیم، چه خیل آدما که مناسبت میکنیم. یعنی این چیزهای دیده یاد میگیرد و مثلا به فکر من ما اگر میخواهیم تربیه کردن میخواهیم، یعنی ما باید فضا ایجاد کنیم. یعنی چه خیل برای چی فضا ایجاد کنیم؟ برای آنکه گفتیم که وای دیده یاد میگیرد و وای همیشه چیزی رو که میبیند یاد میگیرد و اگر ما نمیخوایم یک چیزایی بده یاد گیرد، پس ما باید تلاش کنیم که در اطراف وای همیشه چیزا نباشد. مثلا وای در تلفنش همون بازی های نکند که به ذهنی وای همون کارهای بده چیز میکند، جا میکند. وای فیلم های رو نبیند که رفتارهای بده تلقین میکند. وای در خانهش در بین مثلا جنگ پدر و مادرش نبیند. یعنی هر چیزی که وای میبیند همون جا یاد میگیرد و من فکر میکنم تربیه این همون است که ما بچه همو چخیل فضا ایجاد میکنیم و یا کدام مکتب میدهیم، دست کدام معلم به میدهیم. این تربیه است. این چیزهایی که ما میخوایم که مثلا ما میخوایم همون بادکشینی بادکشینی سیاه شوی. یعنی اگر ما نمیخوایم سیاه شد، پس نباید ما به طرفای سیاه و راه دهیم. یعنی ما مسئول باشیم که وای کجا میره چی کار میکند، همه این چیزه و
نوازت نکنیم، مجبور نکنیم که این کار نکند و این کار نکند، ما فضا ایجاد کنیم که وای خودش این کار کند. بله، یعنی پیش از اون که تربیه کنیم باید 4 نفر خوب باشد. یکم پدر باید خوب باشد، دوم مادر باید خوب باشد، سوم معلمش باید خوب باشد و چهارم رفیقش باید خوب باشد. این 4 نفر تاثیرگذارترین انسان ها به کودک ها است. این فضای چگونه ما سازیم؟ یعنی نظارت کنیم، یعنی فیلم هایی که میبیند باید خودمان پیشنهاد کنیم، خودمان رای خط کنیم که این فیلم های باید بینی. همین حتما باید یعنی کنترل کنیم این چیزهای. از باید یک تکته اثر جواب. خب پیش از همه اگر ما میخوایم چی کنیم، تربیه کنیم، با یک از تاثیر رسونیم، میگه که خوش ازمینیت میر ازمینیت سام. ما خودمو اگر ما خودمو اولین کاری که ما باید کنیم، ما اول خودمو همین کار کردن بوده. بله. ما اگر خودمو یک کار دیگر کنیم و وای بگوییم که این کار نکن، این به درد نمیخوره. دقیقاً. اولین کاری که باید کنیم خودمو مثلا فیلم های خوب ببینیم و همراه بینیم. فیلم های خوب یعنی کدام فیلم ها خوب؟ اینه ما خودمون معین میکنیم که کدام فیلم ها خوب، کدام فیلم ها بد، برای آنکه ما امیدوارم که نفرایی که این گپ گوش کردن عقلشون به جای میرسد که خوب و بد فرق کنن. مثلا فرض کنیم اگر فیلم هایی رو که میبینن، مثلا من زیاد میشد فیلم میبینم میگم که این فیلم من باید با فلانی تقسیم کنم، همون آدم به میفرستم. مثلا بین اینها فیلم های هست که من میگم انا این فیلم من با مثلا زنم میبینم، انا اینش من با کودکان میبینم. و از همین نقطه نظر ما باید پیش از آن که فیلم ببینیم ما باید دانیم که همین فیلم با همین فرزندامو دیدن میشد و اگر ما باور داشته باشیم که دیدن میشد، اون وقت با هم بینیم خوبترش. اگر امکان داریم با هم ببینیم، چون بعداً ما برای ما موضوعی هست که ما بررسی میکنیم، مثلا تحلیل میکنیم فیلم خوب و بداش از خود فیلم دیده ما چیز میکنیم، انالیز میکنیم و این افکتش زیادتر است. مثلا برای همینم ما طرفداری اون که ما همراه فرزندام و همراه خانواده هم همراه نزدیکام یک جای کینو بینیم. خب در شهر ما کینوتئاتر نیست البته، اما در خانه ما هست که یک جای کینو بینیم. اگر امکان داریم یک جای به تئاتر رویم، با هم به همه جا با هم رویم، مثلا با هم توی برویم، توی بینیم، با هم مثلا سیر و گشت رویم. انا همین جهانده مثلا در سیر و گشت بودن، با هم بودن، در توی در هر خیل وضعیت ها با هم بودن، انا همین جاها همین است تربیه. یعنی ما در سیر و گشت چخیل سیر و گشت میکنیم، ما چخیل با هم فیلم میبینیم. کودک ما وقتی که هر چقدر ما میبیند همونقدر از ما چی میگیرد و مادامی که ما خودمان نمونه وای برای وای حساب میشیم، مثلا فرض کنیم که ما میخوایم که کودکان مثل ما باشد، پس ما هر چقدر زیاد باید با هم باشیم و ایکتی برای اینکه هر چقدر زیاد ما بیند و از ما آموزد. بله. بعضی ها میگن که کودک باید تا 7 سالگی تربیه کنیم، چون بعد از 7 سالگی تأثیری مکتب میشه، تأثیری همسنفا میشه. راضی هستید یا نه؟ من راضی هستم، اما اینجا یک چیزی نازک هست. خب مثلا چخیل کنیم که بعد 7 سالگی هم ما در نزد کودک اتوریته باقی مانیم، یک شخصیتی که باور میکنه، آدمی نزدیک باقی مانیم. مثلا خاصه وقتی که کودکا سال 13-14 ساله 15-16 ساله میشن، هر چقدر بزرگتر میشن همون قدر دورتر میشن از پدر و مادر، بیشتر به کوچه ها نزدیکتر میشن. مثلا با دوستاشون با آدمای کوچه
زیادتر نزدیک میشن و مثلا وقتی که وای ها به پرابلم ها دوچار میشن پرابلم هاشون رفته قطعی بچه های کوچه تقسیم میکنن و ما چیکار کنیم که همین پرابلمشون رفته قطعی بچه های کوچه تقسیم نکنن، آمده با ما تقسیم کنن و این بسیار کاری دشوار. و تا 7 سالگی گفتید، مثلا تا 7 سالگی، من نمیدونم تا چند سالگی، تا 5 سالگی، تا 7 سالگی، ما همیشه ما باید اگر ما میخوایم همیشه برای فرزند ما آدم اتوریته مانیم و وای آمده نزد ما همیشه درداش تقسیم کند و مشکلاش تقسیم کند و ما دانیم که این با چی کارا مشغول است، ما اولین کاری که باید کنیم ما باید دوست شویم و این از همه کاری دشوار. بله. یعنی ما وقتی که وای خورد است، حالی که حتی اگر کلان هم باشد، یعنی ما باید یک کاری کنیم که وای به ما همچون پدر یا همچون مادر که همیشه از بالا یک چوبی کلان کتی ایستاده نگاه میکند، این خیلی نگاه نکند، از همه آدمی نزدیکترینش بر این نگاه کند، داند که مثلا من اگر همین پرابلم همین آدم بگویم این من پرابلم حل میکنه. مثلا همه مونده هست کنن در زندگی آدمایی هست که مثلا وقتی که یگان پرابلم دوچار میشیم اولین آدمایی که هست زنگ میزنیم و ما باید برای کودک ما همیشه آدم باشیم، اولین نفره باید باشیم که وقت ما مراجعت کند ما و برای این ما چیکار باید کنیم؟ این ما یک پراتیسی کلان مشکل، اما تلاش میکنم در 2 جمله گویم. ما باید وقتی که مثلا در کودکی هاش ما نباید وای جنگ کنیم، ما نباید وای جزاتیم. مثلا فرض کنیم وای کروشکای شکست، اگر کروشکای شکست و ما جنگ کردیم، کروشکای شکست ما جنگ کردیم، بعد مثلا یه روز دیگر یک کار خطا کرد، مثلا میلیون بار خطا میکند و ما باید میلیون بار خطا کنیم اما از خطاگی ما آموزیم. مثلا این خطای کرد، جنگ کردیم، 3م خطای کرد، جنگ کردیم، 4م خطای، یعنی وای میدوند که وقتی که وای خطا میکند ما جنگ میکنیم و هیچ وقت اگر یکم خطا کند یکم مشکل به دوچار شد پیشی ما نمیبید. بله. و در اینجا ما از همون خوردیش وقتی که خوب کروشکای شکست ما باید راهش پیدا کنیم که وای مثلا ما وای جنگ نکنیم و گوییم که خرشو تو این شکسته، اوکی بچم، اوکی خرشو، بیا صحبت کنیم که چون این شکست و ما اطراف این کروشکای شکستن همیشه صحبت کنیم که و وای مثلا وقتی که کروشکای شکست حتما خجالت میکشد، بعد این صحبت ما در وای این خجالتی باید گم شود، وای دیگر خجالت نکشد که وای کروشکای شکست، وای خورسان شود که مثلا وای اندم خیلی پدرش هست یا مادرش هست که اگر وای یکم پرابلمی کرده ماند اینها کمک میکنند که وای چی میشد، از همین احساس گناه خلاص میشد و همین خیلی هر خطاگی که وای میکند ما باید تلاش کنیم که خطاگیش صحبت کنیم و کار به اونجا رسونیم که از اون خطاگی وای احساس گناه نکند و بعد وقتی که مثلا کلان میشه 12 سال میشه 14 سال میشه یا کلانتر میشه، وقتی که وای با قطعی جوره هاش در کوچه ها یگان مشکلی کلانتر میکند وای انیق میداند که کجا بیاد. چیکار کنیم که دوباره نشکند؟ فرض کردیم اگر کودک فکر کند که شما گفتید احساس گناه نکنه، یعنی شکستن گناه نیست، منظور شما این شکستن گناه نیست، زمانی که شکستن گناه نیست، جنایت نیست، بار دوم نمیشکند، بار سوم نمیشکند. ببینید اینجا من احساس گناه نکند به خاطر آن نه که وای شکست، وای برای آن احساس گناه نمیکند که کروشکای شکست، وای احساس گناه میکند که وای پدرش جنگ میکند یا مادرش میزند برای آن که این کروشکای شکست. و وقتی که وای چی گوید مثلا ببینید فرض کردیم کودک شما پیاله شکست، چی میگوید شما؟ مثلا من تقریبا صحبت میکنم، میگم که خوب بچم این شکست به فکر برای چی شکست؟ چون همین چیز شکست؟ بله. خیلی وای میگه دادا من این کار کرده ایستاده بودم، من ندیده موندم که همین شکست.
تصادفاً شکست، تصادفاً قصداً شکست شکست. بود. و من میگم خرشا تو این تصادفاً شکستی، اوکی ما فهمیدیم که این تصادفاً شکست، برای چی به فکری تو همین ندیده موندی؟ و وای میگه دادم من وقتی که مثلا این کار میکردم هوشم فلان جانده بود و من وای کردم و بعد ما از همین به خلاصه میبینیم که با هم یعنی وقتی که ما یک کار میکنیم ما باید تلاش کنیم که هوش ما همینجا باشد. ما چرا وقتی که خوراک میخوریم در تلویزیون زندگی میکنیم، وقتی که فیلم میبینیم در بازار فکر میکنیم، یعنی و این علاقه تربیه که بچه میفهمد که وقتی که من مینویسم یعنی من باید این وقت نویسم. و این که بعد صحبت میکنیم خوب بچه‌م فکر میکنه همین این که شکست این خوب است یا بد است و وای حتما میگه که البته این که بد، اگر نشکند خوب بود و شما هم میگه که اگر نشکند خوب بود و من امیدوار که تو من بعد وقتی که یگان کار میکنی به هوش میشی و دیگر وای نمیشکنی دیگه وریلیس و بعد از همین وای بچه دیگر آسوده میشد که انیق میدوند که برای کروشکه شکستگیش وای کاری گنده کرد لیکن داداش وای جنگ نکرد و که همش اوکی شد وای تلاش میکند که این دفع شما پدوید نکند برای آنکه شما وای به باور کرید وای تلاش میکند که شما باوریتان به سزاوار شود و بینش مثلا بین من و فرزندم یک مناسبت خاصه پیدا میشد. بله یک روانشناس هم میگه که زمانی که پیاله شکست پدر و مادر نگویند که چرا شکست، گویند که چی خیل شکست. این سوال گذاری مهم، استفاده کلمه ها مهم که ما از کدام کلمه زمانی که به قول معروف زمانی که جنگ میکنیم گویا از کدام واژه ها از کدام کلمه ها استفاده میکنیم. اگر از کلمه چرا استفاده کنیم میشه تهدید و میشه تاثیر منفی. گویم که نگویم که چرا شکست، گویم که چی خیل شکست، نگویم که چرا شکستی، گویم که چگونه شکستی، چی شد. این سوال گذاری خیلی مهم. در شروع برنامه ما به فرهنگ ها نگاه کردیم، به اونجا نوشته بودن که تربیه یعنی پرورش. پرورش یعنی چی؟ پرورش از نظری من یعنی حمایه کردن یعنی نگهداری کردن از فرض کنیم یک گل ما میخواییم پرورش کنیم و یک گل ما تلاش میکنیم از شمال، از آفتاب، از باران، از چیزهای بد نگهبانی کنیم، حمایه کنیم و با وی آب میدیم و مثلا چنگاشو پاک میکنیم. یعنی پرورش همین به فکر من، یعنی یک رفتاری خوب، رفتاری ملایم و غمخوارانه، مهربانی نسبت یک چیز. و این که برادری ما در چیز قصه شان افندی آوردن، مثلا از دو سر افندی جنگ میکنن و مثلا من ضد آن هستم که تربیه این جنگ باشد. زیاد مردم ما میگن تصور میکنن که تربیه کردن این جنگ کردن. وای نکن این کاره، ای خر، ای وای این شکسته، این کار کرده. یعنی جنگ کرده دادن فکر میکنیم این تربیه است. دیگرها فکر میکنن که تربیه است. یعنی مادامی که تربیه این پرورش کردن است، یعنی این تربیه نیست. جنگ کرده دادن، این جزا دادن، این تأثیری بد در ذهن کودک گذاشتن. در رابطه با جزا صحبت کنیم. آیا جزا دادن درست است یا نه از نظر شما؟ نه. برای کردارهای بد جزا دهیم یا نه؟
من فکر میکنم که این وابسته از آن که ما کی هستیم و نسبت به کی میخوایم جزاتیم و چرا میخوایم این جزایتیم. مثلا خب مثلا چرا برای آن که اصلاح شود؟ برای آن که اصلاح شود، درست. مثلا فرض کنیم بیت مثالی بد میزنم. خب محبس شدن، تورمه، این جزا است نه؟ بله. برای آنکه همین مردی که دزدی کرد یا آدم کشت جزای اصلاح شود، تورمه میپرتان. گفتم میخواد که اصلاح نمیشه. نه من نمیدونم اصلاح میشد نمیشد، من میگویم که این واسطه جزا دادن یک نمود جزا. بله. فرض کنیم فرزند شما دزدی کرد، شما میخواید تورمه شیند، شما میخواید مقصد شما این است که وای اصلاح شود نه؟ شما میخواید که وای تورمه بشیند و اصلاح شود، یا اینکه شما تلاش میکنید یگان واسطه دیگر پیدا کنید که وای اصلاح کنید؟ من تلاش میکنم که دزدی نکند. خب این از ما درباره جزا گفته ایستادیم. مثلا کودک یک گناه کرد، کودک خطا کرد و حاضر نزد ما سوال است که ما جزا دهیم یا ندهیم و علاقه کرد خطاگیه. حاضر شما میخواید که فرزند شما تورمه شیند یا اینکه تلاش میکنید که یک واسطه دیگری جزا پیدا کنید که وای کودک اصلاح شد؟ یعنی مقصد عالی شما اصلاح شدنی کودک نه؟ شما میخواید وای جزای در تورمه گیرد؟ نه. پس چرا شما فکر میکنید که کودکتان اگر یک خطا کرد و برای آن که وای اصلاح شد شما باید وای جنگ کنید؟ چون شما تلاش نمی کنید که برای همین کودک اصلاح شدنش به یا واسطه دیگر پیدا کنید که وای اصلاح شود؟ مثلا برای شما مهم که وای بله هدف من اصلاح شدن، اصلاح کردن. بله. پس چرا ما جنگ میکنیم؟ خب چی راه دیگر شما پیشنهاد میکنید به غیر از جنگ و جزا؟ مثلا یک کمی پیشتر رویم. مثلا نمیگیم خانواده، میگیم مکتب. مثلا معلم جزا میده و این یک بحثی است که بین معلم ها هنوز هم هست. برخی از معلم ها میگن که باید جزا حتما داده شود، حتی زدن اجازه هست از نظر بعضی ها. بعضی میگن که نه نباید زده شود. و مثلا در ادبیات هم بیت های هست که مثلا سعدی هم فکر میکنم داره بیت هایی که مربوط به جزا دادن و استاد و معلم چه بود به آزار، خرسک بازند کودکان در بازار. مثلا این بیت ها برای چی پس؟ خب من یگان قصد بحث کردن هستم. این فکری من است و من طرفدار این طرفی وای هستم. همیشه دو طرف تنگه وجود دارد. و هر دو طرف تنگه هم حقیقتای خودش دارد. هر دو طرف تنگه هم خوبه های خودش دارد و بدی های خودش دارد. و برای همینم اگر یک طرف خوب میشد ما این طول هزار ساله ها علاقه به خلاصه می آمدیم که کدامیش درست است و همون کار کنیم. من طرفدار جزا ندادن، یعنی جزا دادن من به معنی گندش نه، مثلا جنگ کردن، زدن، تحقیر کردن، آزار دادن، این واسطه جزا دادن من طرفدار ایناش نیست. نه، وقتی ما میگیم جزا یک چیز عمومی، نه فقط زدن. مثلا جزا میتوند محروم کردن از بازی باشه. جزا میتوند محروم کردن از تلفن باشه. من طرفدار همون جزای هستم که طرف جزا گیرنده یعنی فرزند من نباید ضرر ببیند، ضرر پسیخولوژی. فهمید؟ وای باید اصلاح شود اما ضرر ندیده اصلاح شود. بله. یعنی من باید تلاش کنم یک کاری کنم که وای ضرر پسیخولوژی نبیند. برای آنکه این بسیار مهم، برای آن که ما اگر وای به ضررهای پسیخولوژی هر روز رساندن گیریم، یعنی وای خواهیم نخواهیم همون آدمی نمیشد که ما میخواهیم. بله. اگر ما میخواهیم وای همون آدمی که ما میخواهیم شود، ما باید برای وای همین خیل فضا، همین خیل شرایط سازیم که
ترکیب ذهنی وای از همون چیزا عبارت باشه. من تلاش میکنم آسان تر بگم. مثلا فرض کنیم یک مثال کوکوروز، یک خلطه کوکوروز پشتش به نوشتگی است ترکیبش از چیزهای عبارت. مثلا فرض کنیم آرد مکه، شکر با کیمچی دیگر، یا اینکه مثلا فرض کنیم کمپوت ترکیبش، یعنی هر چیز ترکیب دارد. بله. نه مثلا از نگاه شیمی هم همین خیلی است که مثلا ترکیب شیمیایی همین دارو این چیزا است. اگر همین چیز به یک چیز دیگر همراه کنیم این همون چیز نمیشه، این یک چیز دیگر میشه. از همین نگاه ما هم انسان هم همین خیلی هستیم. ترکیب ذهنی ما از چی عبارت؟ ما اگر در زندگی ما هر چیزی که میبینیم، هر چیزی که میشنویم، در هر کجای، در هر فضایی که میافتیم، مثلا مکتب میریم، خانه یک دوستمون میریم، یک کار در کجا کار میکنیم، یعنی هر چیزی که ما میبینیم و میشنویم ما همون اینفورماسیون قبول میکنیم و ترکیب ذهنی ما همون چیزهایی هست که ما میبینیم و میشنویم، کدام اطلاعات میگیریم ما. و اگر ما میخواهیم که همیشه اطلاعات های بد در ترکیب ذهنی کودکی ما باشد، ما باید ماکسیموم تلاش کنیم که وای جنگ کنیم، وای پسیخش به ضرر رسانیم، تلاش کنیم که به فیلم های اگریسیوی نشان دهیم، تلاش کنیم که وای در محیط های اگریسیا کلان شود و بعد میرسیم به همونجا. اگر ما اینو نمیخوایم پس ما باید در این باره فکر کنیم و من فکر میکنم که تربیت همین است. ما همین فرزند ما، همین گله چه خیلی نگاه و بین میکنیم. ما آیا از چیزهای بد و خوب، مثلا از باران و از شمال نگاه میداریم و برده به سوی آفتاب میمانیم یا نه؟ این است تربیت. آزادی در کار هست یا نه برای کودک؟ آیا کودک ها حق انتخاب دارن یا نه؟ آیا ما در انتخاب کودک ها، مثلا زمانی که یک کودک، ادامه صحبت های قبلی من 4 نمود تربیه که صحبت داشتیم شما سیومش انتخاب کردید، نه؟ گفتید که من میخوام آزادی دهم و هر کاری که دلش خواست کنه و من جانبداری این بودم که آزادی هم باید در دایره معیار و چارچوبه باشد. اگر کودک فرض کردیم، من مثال هم گفتم اگر مغازه روی میگم که از این طرف انتخاب کن، از این طرف انتخاب نکن و شما راضی نشدید، گفتید که این الکی آزادی نیست. این مثل همون است که تو خواهیم نخواهیم کرسافکه میپشی طفلی نه. فکر نمیکنید که کودک ها چیزی انتخاب نادرست میکنن؟ نه، کودک ها باید انتخاب بگذار خطا کنند. آشنا بگذار خطا کنند و میلیون بار باید خطا کنند و در نزد ما این کار کنند. ویهان باید میلیون بار خطا کنند تا به اصل رسند. ما باید خود ما هر روز خطا کنیم تا به حقیقت رسیم. آشنا و خطا کردن این گناه کردن نه، این بد نه، این خوب است. خطا کنیم و خطاگی ما مهم این که خطاگی ما تکرار نکنیم. یعنی ما با کودک ما تلاش کنیم که وای خطا کند، اما وقتی که وای خطا میکند ما صحبت کنیم که این خطای تکرار نکند. مثلا خب مثلا نه همون سوال تو میخوای جواب بدم یا اگه چیز دیگه؟ نه، مثلا خطایی که جبران ناپذیر، مثلا کودک ها بعضا خطاهای ما اگر ما وقتی میبینیم که کودک انتخابی غلط کرد، ما اگر زمانی که میبینیم کاری غلط کرد ما میبینیم که خطا کرد، چرا این خطای پیشگیری نکنیم؟ چرا نآموزانیم که درست انتخاب کردن یاد گیره؟ برای چی شما فکر میکنید که وای همیشه شده میآموزد؟ شاید وای همون خطاگی اثر میگذراند و بعد آن که شیشه میشکند، بعد آن که بکل میشکند و بعد آن که شما صحبت میکنید و سبب شکستن بکل بررسی میکنید، بعد شاید وای خطاگیش میفهمد. آخر یک خطایی های هست که دیگه ببینید مثلا کودک میخواد آتش قپد، خب با من گویم که اول قپد بعد میگویم انتظار شوم، پیشه که نگویم که نقب میسوزی.
گویید رفیق، گویید مرحمت، اما چونان گویید که وای احساس کند که وای آزاد است. وای به بالای وای به یک کس نمیگوید که این طرف گرد چپ بر راست کن، دوبار نفس کش. یعنی چونان گویید که وای ضرر نبیند، وای ذره پسیخولوژی نبیند. یک سوال، بیت یک سوال به فکرتان، مثلا در دنیا 3 چیز است که همیشه یک تئوری هست که 3 تا چیز مهم هست که ما تلاش میکنیم همونجا. مثلا میخوایم خوشبخت باشیم، میخوایم شهرتمند باشیم، میخوایم ثروتمند باشیم. ثروت، شهرت و خوشبختی. خب از همین 3 چیز همین خیلی گپ ها هست، من هم نمیدونم، یعنی این برای آنکه هر کس به هر خیل است. از همین گپ ها هر سشه نه و حتی 2 تاشن نه. اگر گوییم که فقط 1 تاشه انتخاب میکنیم، کدومش انتخاب میکنیم؟ خوشبختی، ثروت، شهرت. از 3 خوشبختی. برای فرزندتان چی؟ خوشبختی. پس چرا شما تلاش میکنید که وای همیشه احساس خوشبختی نکند؟ خب اگر خوشبختی وای در یک کاری باشد که ابلهانه، مثلا کودک گوید که پدر من میخوام از صبح تا شام پیسته خورم و شینم، برای من خوشبختی. خب با من چی خیلی گویم که این خوشبختی حقی تو؟ آشنا شما میخواید وای خوشبخت باشد نه؟ پس برای چی اجازت نمیدید که وای خوشبخت باشد؟ ببینید من پاسخ دیم. خب نه شما گوید. فرض کردیم فرزند من میگوید که برای من از صبح تا شام تلویزیون تماشا کردن خوشبختی. من چه خیال گویم که خب این خوشبختی من خلال نمیرسونم، بگذار خوشبخت شم. آشنا وای همین خوشبختی است، برای شما نه. برای شما یک کار دیگه خوشبختی است، اما برای وای همین خوشبختی است. ما یادمون نرود که وای آدمی دیگر، وای ما نه. خب مسئولیت پدر کجا شد؟ حاضر اگر وای باشد من شما یک گپی میگم، آشنا گپی بسیار بد میگم که تمام شنونده ها و بیننده های ما زیدی ما میبرن. من فکر میکنم که فرزند ما این مال ما نیست. این مال ما یعنی چی؟ فرزند ما این یک آدمی دیگر است که به واسطه ما به این دنیا آمده است. ما وی دعوت کردیم که اینجا بیاید. وای ما انتخاب نکرده است که گفت نه من همین عائله به تولد میشم، نگفته این ما وی دعوت کردیم و این معنی اون ندارد که این مال ما است و ما هر چی که خواهیم با وی میکنیم. نه، وی یک آدمی آزاد است، حتی کودکی 40 روزه یک آدمی آزاد است و وظیفه ما، مسئولیت ما این است که این تا 16 سال تا به کمال رسیدنش پرورش کنیم، محیط آماده کنیم، شرایط آماده کنیم که این یک شخصیتی کامل شده به وای رسد. اما وظیفه ما با این همچون یک مال خود ما مناسبت کردن نه. اگر من چای سیاه دوست می‌دارم این معنیش این نیست که حتما کودکی منم چای سیاه، وای میتونه چای کبود خورد، برای آنکه وای یک شخص دیگر است. اگر من قهوه سیاه دوست می‌دارم این پرابلم من است. اگر فرزند من قهوه نمیخورد این معنی اون ندارد که وای حتما قهوه خورد، برای آنکه من چنین میخواهم. و این که شما میگویید بچه من مثلا از صبح تا شام پیسته خوری برای وای خوشبختی است و این برای وای هم خیلی خوشبختی است. خوشبختی شما در یک چیز دیگر است، خوشبختی وای در یک چیز دیگر است. خوشبختی وای در یک کاری ابلهانه باشد. آشنا این حاضر گپ سری همین است که ما وظیفه ما این است که وای به ضرر نرسانیده فهمانیم. خب فهمانیم که ببینید آشنا مثلا من طرفدار، حالی من گپ تا آخرش نگفتم، شما یک درک از جاهاش پرسید که خب مادامی که جنگ نمی کنیم این کاری خطای کردی تو، این خطای نه تو. شما فرض کنیم شما میخواهید که وای از صبح تا شام میسا شما میخواهید باغبانی کند، شما میخواهید وای باغبانی کند اما وای میخواد پیسته خورد. خب اکنون
همین چخیل کنیم که وای باغبانی کند اما همزمان خوشبخت باشد. وای پیسته میخورد و خوشبخت است اما باغبانی میکند بدبخت است. چخیل کنیم که وای باغبانی کند و خوشبخت شود. وای به ما باید موتیواسیون پیدا کردیم. وای باید موتیواسیون داشته باشد. اگر موتیواسیون نداشته باشد برای باغبانی کردن، ما هر کاری که میکنیم وای بدبخت میشد. و این یکی از پرابلم های جمعیت ما که ما درباره موتیواسیون عموما فکر نمیکنیم. مثلا دیروز یادم نیست کدام از همکارام بود یک رفیق ما صحبت کردیم، درباره اون صحبت کردیم که برای چی مثلا خب ما در تئاتر کنی بودم بچه‌ها شب و روز کار میکنیم. شب و روز ما در همونجا حتی بچه‌ها ساعت 12 خونه‌شان میرن. یعنی و یه نفر در این باره گفت که برای چی مثلا شما اینقدر خودتون رو میبخشتون کار به گویا که فدایی و این چیزا و برای چی در دیگر مثلا در دیگر کارخانه ما تلاش میکنیم ساعت شماریم. ما تلاش میکنیم ساعت شماریم که کی ساعت 5 میشد و من چه کنم که همین روز از کار بر وقت‌تر روم. ما کار رو دلی نادیلان میکنیم، بزرگ میکنیم، نمیخوایم این کار کردن اما خوب چون وظیفه ما باید کنیم. و من فکر میکنم که پرابلم کلان همین که همون آدم موتیواسیون ندارد برای این کار کردن. بله. اگر همون آدم موتیواسیون پیدا کنه، آدم شب و روز همون کارو میکنه، چونانی که مثلا ما در تئاتر میکنیم. بله. بله. به نظر من خب درست است که خوشبختی از نگاه همه هر خیل، اما فکر نمی کنم یک کاری ابلهانه خوشبخت. من تلاش میکنم خوشبختی مفهومش فهمانم که چی است خوشبختی. خوشبختی این نیست که از سحر تا بیگاه فوتبال تماشا کنید. خوشبختی این نیست که پیسته خورید از سحر تا بیگاه. و یک نفری که میگه برای من خوشبختی است از صبح تا شام فیلم دیدن. من میگم نه، این خوشبختی نه. چوه؟ خوشبختی یک چیز ارزشمندتر از این. مثلا چی؟ خوشبختی چی به فکر شما؟ باز یک بحث دیگر شده میشد فراجان ساعت 18:01 یک بحث دیگر شده میشد و بعد شما میگید که این از نظر تو این خیل ریشه های خوب و بد. ما یک بار بحث هم داشتیم از این همین موضوع نه. مثلا من گفتم این بد است، شما گفتید که این از نظر تو بد است. یک بدی مطلق در دنیا نیست. من فکر میکنم بدی مطلق در دنیا هست. فرض کردیم اگر یک چیز مگم بد است، من نمیدونم چه خیلی ثابت کنم برای شما که این چیز بد است. دزدی بد است، کشتار بد است، قتل بد است. ما نمیدونیم؟ من میدونم که بد است. خوب، اوکی. شما نمیدونید که بد است؟ کشتار خوب است به نظر شما؟ از نگاهی من بد است، اما از نگاهی یک نفر هیچ بدی ندارد، وگرنه چرا این کارو میکند؟ خب اگر یک نفر گوید که من از کشتار لذت میبرم برای من خوشبختی، بعد میگم که خوب مبارک شود، خوشبخت شو. خب وای همین خیلی فکر میکند آشنا ما تاثیر نکنیم در روی زمین نمیدونم 8 میلیارد است 9 میلیارد آدم هستیم و همه زوریش همین که هر یک ما علایده دیگر خیلی فکر میکنیم و ما نمیتونیم 9 میلیارد آدم یک همه چیز یک خیل ببینیم، یک خیل بها گذاری کنیم. و موضوع جالبیمو این است که یک نفر میگوید که قهوه بد است، یک نفر دیگه میگه قهوه خوب است. یک نفر قهوه میخوره، یک کس نمیخورد. گپ در سری فرزندها رفته است. خوب اخیر اگر فرزندی من گوید که پدر برای من کشتار خوشبختی و من گویم که خب خوشبخت شو، تاثیر نگویم که این خوشبختی نه، نگویم که این کار نکن. چرا گوید؟ اما وای زستوید نکنیم. چرا؟ اگر گویم که همین کار نکن، دوباره تکرار کرد، نه مجبور نکنم که از این راه گرده. شما وای موتیواسیت که وای این کارو نکنه. بله. شما ضرر نرسانده گپتون گذرونید. خب چندین پیام هست که یک دو سه تاش حقارت من هست که من بار زنگ زدم برای چی پیوست نمیکنم. میخوام زنگ پیوست کنم. الو. السلام علیکم. سلام بر شما، وقت بخیر، بفرمایید. شما بخیر باشید.
حاضر اینو باور کسی هم گوش کرشتیم همه باشکنه سپور کرم تو و مجبور کرم ممکنه خیلی عروحی بعد گردونده ممکن بود و امسال خواهد نخواهد عروحی بعد گردونده در کار راهی بد کدام مثلا کدام راهی بد من حاضر شما صحبت کردم تو آدم کشی یا دزدی یا دیگر تا پامتو سب همو گپ کارو گردوندن در کورس باشکنه خب بله سلامت باشید دستشون در نکنه اگر چیزی دیگر اگر باشد گوش میکنیم نه همه گفتم در کارم تو از این سپور کردم که چیپت جگه مکنم خب من تلاش میکنم جواب بدم بله خب تشکر برای زنگتان و صحبتتان مثلا شما دعوا دارید که فهمانیدن در کار که این کاری بد است و انسانیت طولی چند هزار ساله که روی زمین به در تمدن زندگی میکند یعنی از همون روزی که کتاب هست و عقل هست و فلسفه هست و این چیزا ادبیات هست از همون روز است که ما میگیم این تمام انسانیت در تمام دنیا میگه کشتار بد کشتن بد نکشیم نکش این گنده اما امروز در عصر 21 زندگی میکنیم اما من همه کشتان برفته شده است یعنی ببینید چوبه من فهمیدم چی تا حاضر این کار نمیکند شاید برای آن که ما نیپرویل نکار میکنیم بله من فهمیدم چی میخواد ما چرا ویا جنگ کنیم کشتار بد از آن که ما میگیم کشتار بد این کار نکن این تغییر نمییابد ما باید وای به موتیواسیون یافتیم که وای نکشد گویا یک کار دیگر که مشغول شود بله این بحث از اینجا شروع شد شما گفتید که کودک شخصیت علایده هست و باید هر چی خواهد کند ما نباید دخالت کنیم از اینجا بحث سر شد من نگفتم که ما دخالت کنیم من گفتم ما وایکتی همچون مال خودمون مناسبت نکنیم همچون یک شخصیت علایده مناسبت کنیم همون شخصیت علایده زمانی که کاری بد میکنه چیکار کنیم موتیواسیون که همون کارو نکند دیگه کاری که میخواهیم و به فکر ما خوب است همون نکند از آن که ما میگیم سیگار نکش فکر میکنید سیگار نمیکشه؟ میکشه پس چرا ما باید با توپایی باشیم و بگوییم که نکش چرا ما باید گوییم که آدم نکش اسلوبی گفتن دیگر کنیم اسلوبی پرورش دیگر کنیم اسلوبی تربیت دیگر کنیم و یک راه دیگر استفاده کنیم برای آنکه خودتون هم گفتید که موتیواسیون انگیزه تیم برایش و محبتی باغبانی پیدا کنیم در دلش نه آره پیام های خانم یا نه خواهش میکنم خانم یک سوال هم هست اینجا برای ما هرچند این سوال پاسخش در شماره های قبلی برنامه گفته بودیم صحبت داشتیم راجع به تلفن نفر نوشتن که به کودکانمون تلفن موبیلی گرفته دیم یا نه اگر هست چند سالگیش کودک میخواد تلفن موبیلی داشته باشد چه خیلی که گفتن کودک را گفتش را میکنم 6009 رقم آخر سیم کارتشون اگر این سوال باشد به این تکرار جواب میدیم بله. اگر امکان دارن در یوتیوب ببینن بله من دعوت میکنم ازشان که وارد یوتیوب شون و این صحبت همو تماشا کنن و حتما نظرهاشون زیرش نویسن که راضی هستن یعنی اگر راضی نیستن باز هم نویسن و خوشحال میشم و در شماره آینده برنامه حتما تمام شرحهای ما میخوام خوانیم هم از یوتیوب هم از فیسبوک اوکی یک شنونده بسیار محترم و گران قدری ما از صحبت ما ناراحت شدن گفتن که کی موسیقی میشد ما موسیقی گوش کنیم همین حالا میخوام موسیقی هم شد 87 شد نمیدونم این صحبت های ما ارزشمند بود یا نه نمیدونم این صحبت های ما رو به کجا میبرد نمیدونم این صحبت های ما برای بیننده ها تاثیرگذار بود یا نه من نمیدونم به هر حال هر چی بود گذشت صدای پای وقت گوش کردیم طوری 110 دقیقه تشکر برای صحبت تشکر برای آنکه آمدید از دور آمدید نه از بوستان قرار به این بود که این برنامه امروز هم تهیه شود و یک احترام خاص از جانب شما احساس کردم گفتید که این برنامه
مادام که هر هفته میشد این هفته هم باید شود. تشکر که آمدید. من خیلی خوشحالم. نوابسته به آن که نظرهای مختلف داریم، نوابسته به آن که دیدگاه ها ما فرق میکند، اما صحبت کردن امروز شما برای من خیلی خوشایند. تشکر. برای منم بسیار گوارا است که ما با هم صحبت میکنیم و من امیدوارم که همین صحبت های ما برای دیگران هم جالب باشد. یک دعوت خاص من از تمام شنونده ها دارم، زمانی که برنامه را گوش میکنن حتما نظرهاشون با ما تقسیم کنن، هم نویسن اگر خواهند، اگر که نه تماس گیرن، اگر از چیز ناراضیان میخوام گوین، اگر از چیز راضیان میخوام گوین. میخوام دانیم این صحبت های ما مفید هست یا نیست. من زیاد میخوام به این بحث ها مردمم شریک شوند و همراه ما صحبت کنند. دیگه معذرت خواهی میکنم از نفرایی که منتظر سرود بودند و ما اینجا صحبت کردیم، وقتی اونها رو گرفتیم. بله من باز هم معذرت خواهی میکنم، واقعا شرمنده هستم. من سرودهای همین حالا میخوام گذارم دیگه. تا فردا، بدرود.